خب السلام علیکم دوستان عزیز، همه تشکری هستم. به شما فهمیدم که یک گپی شاگردی ونجی باید آمد که میگفتن که گفتگی بودن که امی خیلی انسان قانون پوستکی خش دارن در امی کمیتری می نیستن که کمپیر برای خانه بشه ای بنمیدونی هم روی عالم تر میبینن روی عالم را میبینه سخنهای خوب میفهمم روی عالم میبینه من یگان شریک منم یک که در روی عالم میسو که یگان کسی به او کرده باشم همینه کوری خود بینای مردم قدرت نصیحت کنه خودتون نصیحت کنید جای توزه بیا خودتون بشین گفتیم تو چیکار همه آدما رو می‌خواستیم جای تازه بیاین خانم جای تازه‌تون بشین و ما کاردار نشه این یوتیوب کارخانه پدر یگان کسی ما و شما نیسته یوتیوب این رحمت الله تعالی است الله تعالی رحمت را خورده است رحمت الله تعالی است من میدونم برام میکنم کسی معقول است تماشا نکنید این یک تا دیمش این که در چی میگن کو عرفیت که نیکی کن دوا پرتو میگن که نیکی کن احتیاط کن برای که ببینین که آدما بخیلی میکنن حسد میبرن آدمایی که مینیسن حساب شدن کو شما که حسد میخرین به من شما را میستو که خدا نداده این علم مهارت گپ زنی را حسد میبرین کسی که حسد میبره در سوره الفلق اومده که حسد عمل یک انسان رو چون که آتش هزم رو خاکستر میگردونه عمل یک انسان حسد هم خیلی میخرد نیست میکنه این یک تا وقتی که بزیدی من اگر اگه شما کور کردنی باشه مثل بدی کردنی باشه کو شما گفتی رسو که نیپیر نیپسلی شما یکم آدم نیستین پیش از شما چقدر آدم مرا بدی کردگیان حتی شما ببینید که مرا تهدید به کشتن کردگیان اگه الله تعالی که مرا خلق کرده است ما در راه خدا نمیشه من راه خدا برگردوندن نمیتونه من سخن باید به شما برسونم باید رسونم علمی که به من الله تعالی به شما باید به قدم راهی نباشه باید رسونم به شما معقول هست نیست این پرابلم مشکلی شما است تماشا میکنیم معقول نمیشه بعد کامنتر خمینیسین زبلکیری و زنده باشه زبلکیری بعد میکنم تو نه الله حمدی گوشوی هم آدم آرام میشه اینش دامش گوش کنید آیت قرآن آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وقتی که میگه جاهلو بر شما میگه پیناجو که گو با آنها میگن که برایتون صلح و آرامی میخوایم شما در صلح و آرامی نیستین نه در یکان آرامی نیستین پس برای شما آرامی میخوام که آرام باشین خیلی سخنها داده نشوین سخنهای ناجو در یکان بلاگر ننویسین در آیت دیگر میگوید که خواهش انسانی که فقط به کاری بد رو دعوت میکنن به کاری بد خیلی به دزدی به غری به دشمن چی میگن دشمنی کردن بدی کردن حسد بردن عیبجویی ایرادجویی کمبودیجویی انمی فعل بد انسان رو به کار برای شهوت پرستی پرخری پرخوبی پر گپ گپای بیهوده گپ زدن من یگان گپ بیهوده به شما گفتم در یگان ویدیو نه برای اینکه الله تعالی من هدایت کرده من گپ بیهوده به هیچ کس نمیگویم و نخواهم گفت مگر از گپ سخنی خوب خب آن همین گونه هموطنان عزیز مسلمانان روی اومدگی جا که تاجیک زبان باشین التماس هیچ گو به کسی بدی نکنین کسی که بدی میکنه که به خود برمیگرده در سوره زلزله اومده که در آیات آخر میگه که کسی ذره نیکی کنه به او برمیگرده کسی ذره بدی کنه به او برمیگرده شما که مرا ایراد گرفتین و تنقید کردین و مرا سنگ زدین و مرا رنجانیدین پس به امو خودتون میآید امو کارهایی که رنجانیدیتون من هیچ کسی که نمیرنجانم خوشیش میکنم کسی نرنجانم شما رو میگم سلامت باشه دستکاتون درد نبینه برای سبشینی های ناجونستگیتون برایتون آرام میخوام و کسی که سبشینی خوش رو مینویسین الله تعالی شما روزی باشد خداوند شما رو همیشه خوشبخت گردانه سعادتمندی دنیای قیامت برای شما نصیب گردانه کسانی که سبشینی خوش رو مینویسین الله تعالی شما روزی باشد هیچ گونه دستکاتون درد نبینه کسی که سبشینی ناجو مینویسین شما رو میگن که برایتون آرامی و صلح میخواهم بله نمیگونه میگن که قاینی که نداری بدی نکن پدر و مادراتون معلومه نداره که به شما گفتگی نیستن که برام بچه‌م قاینی که نداری بدی نکن به کسی بچه‌ش بد نگاه نکن به کسی گمانی بد نکن این دستور حجرات اومده است که بعضی گمان‌ها گناه است گمانی بد باید نکنیم گمان نیک باید کنیم میگه که کدو از کدو رنگ میگیرد همسایه رنگ میگیرد از همسایه عبرت نمیگیرین شما آدمایی که کمیتری به جمع نویسین در بلاگی رو خصوصا در این چیزی من در سایت من مینویسه ببینید در قرقیزستان چقدر زن‌های حجاب دار ساتر داره چقدر احترام میکنن بلاگیرن کنن و یا من تماشا میکنم آدمای ساتر داره که بلاگیرن تماشاشون میکنم مسلمان‌ها رو و خصوص کسانی که مسلمانی ساتر دارن که من اونا رو تماشا میکنم و یا ویدیوشه اختراق از کرگیز چقدر احترامش میکنن اینترویو میگیرن با همراهیش میخندن معامله خوب دارن چقدر چی دارد بعد پیشکی زیاد داره چقدر چی میگن لایک میمونن دمان نه لایک میمونی نه подписаться میکنین
هیچی میدونی برای چی؟ برای که میگن که سخن تو به پول اثر نداره ولی که تو داری خر نداره شما منم خیر کردن یعنی خر بو مگم میزنین هیچ هم نه می ندارم شما اونا که چیاشون سایتاشون که پولاکی کسته چقدر احترام دارن چقدر مثلا چی میگم تماشابیناشون بسیار پرسموتورشون به حد زیاده در من نه پرسموتوری ساز دارم نه لایکی ساز میمونی نه چی میگم подписаться میکنین همین آدمایی که میسو که سخنای اینجا میگم اینا رو ندارم آدمایی که سخنای صوت میزنین با شما دخل نداره الله تعالی شما راضی باشه کسانی که سخنای خوب میگن لایک میمونین خداوند شما راضی باشه خوشبختی سعادتمندی این دنیا قیامت برای همه شما الله تعالی نصیب بگردونه کسایی که تماشا میکنین لایک میمونین подписаться میکنین هیچ گوه کمی را نبینین کسایی که подписаться کردگین دما کسایی که просмотр تماشا میکنین سخنی خوب مینویسین لایک میمونین الله تعالی شما را هیچ گوه دست کم نبینین غم نبینین چشمتون نبینن دلتون غم نبینن چشمتون گر رو نبینن دلتون در رو نبینن هیچ گوه کمبودی نبینین الله تعالی سعادتمندی دنیا قیامت برای شما نصیب بگرداند آمین یا رب العالمین و در روز کشیم دایم در حق شما ان شاء الله دعا میکنم دعای مسلمان در حق مسلمان مستجاب است کسایی که سخن خوب میگن دعا گویم در حق شما ان شاء الله در ماه شریف رمضان دعای روزدار به جا نمونند و کسایی که سخن ناجا مینویسن در حق شما دعا میکنیم خداوند شما سرکار کنه و سرپول کنه که پسی کاری نیک عملی نیک باشه انشاءالله وقتی نمیبه که همین چی میگن کمیتری بزیم نویسیم ایراد گیرن کمبودی جوی کنین عیب جوی کنین خب میندارم شما زنده سلامت باشین خانواده سربلند باشین چی میگن الله یک مولنا подписаться و подписаться فراموش نکنین